لجن شدم. خدای شکر. وای خدای شکر. بالاخره بعد از مدت‌ها لجن شدم. آی لجن شدم. 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 به سلامتی. منطقه رنگ 56 روز دیگه ریست میشه. لجن شدم. لجن شدم. بچه انگاری یه بوکس متیکی هست، یه گان متیک میده. نه واقعیه؟ شنیدم و نمیدونم. میگن تو همینجور این چی بود؟ چیه؟ اپتاینه و اینم از این دایا شکرت. نفر چندم لیدر بودم. نه بطل خیلی دورم. نمیدونم چجوری میگن نفر اول 60,000 تا رفته. آخه چجوری؟ من دارم جر میخورم، به زور اومدم رسیدم به 8,000 تا لجن کردم. نفر اول 60,000 تا رفته. چجوری؟ من برگام داره میره. اینم اینجا کسی هست اندازه من تو فرندا که فکر کنم یکم سوم چهارم شدم تو رنگ فرندا. آخرین نفر رو دیگه ببین 20,000 تا. من 10,000 تا به زور میتونم برسم دیگه. اون 20,000 تا ولی الان لژندری کردم آپگریدم اومد زودتر میتونم ببرم بالا. یعنی مثلا یه دست برم فکر کنم 200 تا برسم. آخرین نفر 200 تا، یعنی آخرین نفر 200 مین نفره 22,000 تا رفته. دمش گرم. بعد تو رفیقام یه دونه از 10,000 تا. دمش گرم. منم که نفر پنجم. مبارکی. برای اولین بار لجن کردم. حتی من اکانتم اونقدی مال نیست. فکر نکنید مثلا پرو هم گوشیم خوبه نمیدونم خوبه. نه پرو که هستم، همه هستم. پرو هستم ولی گوشیم خوب نیست. خیلی داریم الان نمیدونم یه چند تا DNS دارم. گیم توربو رو روشن کردم. به زور دارم فیلم میگیرم رگ نداره زیاد. نکن روونه یکم.
به زور آمد غیر ممکنه اتفاق بیفته. فیلم غیر ممکنه فیلم بگیرم چیز باشه راحت قشنگ روون غیر ممکن. سلام بچه‌ها، یه دوستی دارم خب بهم میگه خیلی قبلا لجن میکردی بهت آرتری میداد. واقعیه؟ اگه کسی میدونه بگه. بچه‌ها شما هم هر کاری میکنید اینو نمیتونید بگیرید؟ نمیدونم چرا اصلا نمیدونم. اون 90 خورده گیر میکنه انقدر میره پارت میکنه. رفیقم رفته اینو پر کرده. یارو عکسه. بچه‌ها اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک رو بزنین. یک فیلم از چیزم بود دیگه، لجن کردنم میرم بتل پسم. فکر نکنم تا آخر عمرم بتونم اینو بگیرم. متاسفانه من رمز جیمیل اکانتمو گم کردم. اصلا خدا و پیغمبرم بیاد نمیتونم چیزش کنم. اینا هم چیه نگه داریم. این چیه نمیدونم 100 تا برازش بگیرم سیکتیر بابا. زندگی قبلا تو اینجا بودم میگفتم من تو آرزو هم نمیتونم برسم به لیدی. الان اومدم و بدم که من بچه ها واقعا دیوایسم خرابه. اصلا نمیتونم بازی کنم به خاطر دیوایسم میگم. مگر نه من اگه دیوایسم بود تو 2 روز وقتم دیگه میکنم. بچه ها اگه این لایک های این ویدیو به 100 تا برسه به 50 تا برسه براتون یه ویدیو از بازی مثلا تو الکاتراس میذارم. حالا یکم پینگم رو بهتر میکنم. یه چند تا DNS میزنم. حالا شاید بتونم یکم شاید چیزی کنم. یکم شاید مالی شدم. چقدر این دوست دارم. من 2 تا دنس خیلی دوست دارم. یکی اینه یکی هم این داشتمون همه دوست دارم. انمی جلوم بود مرده بود میرفتم جلوش این دنسه رو میزدم حالی میداد. اینم میزدم کوش مثل این. مثلا میرفتم چند نفر رو میکشم سولوز گاد میکردم به زور اینجوری میکردم. مثلا مردم رو زمین دیگه افتادن هم داره زمین رو نگاه میکنه. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چند بار میگی بیان. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا یه جون من دیگه یه لایک رو بکن. من مثل بقیه هم نیستم بگم جون پدر مادرتون الله مله و دوست داری لایک کن. اینجوری میگم حالا جون خودتونم نه. اگه دوست داشتین اگه خوشتون اگرم هنوز به لجند نرسیدین تو کامنت به خارجی بنویسین لجند. و دیگه خدافظ بچه ها. حالا شاید این آخر این ویدیو یکم از بازی چیزمو دیدین. خدافظ.